24 ساعت از قطع سراسری خدمات اینترنتی و مخابراتی در افغانستان گذشت. رویدادی که هنوز دلیل آن روشن نیست، اما زندگی همه را در کشور مختل کرده. از سیستم بانکداری گرفته تا صحی، بازرگانی و حتی اطلاع رسانی. در 24 ساعت گذشته هیچ کس نمی‌داند در کجای افغانستان چه اتفاقی رخ داده. خبر 6 امشب ویژه همین رویداد است. من رازقیار هستم. قطع اینترنت در افغانستان سبب ایجاد مشکلات گوناگون برای شهروندان شده. اینترنت و خدمات مخابراتی که روز گذشته در افغانستان قطع شد، هنوز دوباره وصل نشده است. شهروندان کشور میگوید که این رویداد زندگی آنان را مختل کرده و از سیستم بانکداری گرفته تا صحی و همه در کشور مختلند.